27 ایون президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари корӣ ба вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба ноҳияи Шуғнон ташриф оварданд. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро сокинони сарбаланду меҳмоннавози ноҳияи Шуғнон бо самимияти хоса, рӯҳияи идона ва меҳри беандоза истиқбол гирифтанд. Хуш омадӣ ба Шуғнон, эй пешвои миллат, дар ҷодаи сиёсат, эй раҳкушои миллат. Аз мақдамат шукуфат ҳар лаҳзаи зиндагонӣ, ҳар лаҳза гул намояд бахту бақои миллат. Бо ту дуои миллат то хонаи Худо рафт, бо ту баланд гардид дасти дуои миллат. имрӯз мақдами туст بالای دیده ما، ای شهسوار میدان، ای راهنمای ملت. خوش آمدی عزیزا، باز آمدی و باز آ، شغنان در انتظارت ای پیشوای ملت. خوش آمدی عزیزا، باز آمدی و باز آ، شغنان در انتظارت ای پیشوای ملت. خوش آمدید پیشوای معظم ملت. барои пазироии меҳмони олиқадр аҳли санъат як барномаи рангини фарҳангӣ дар сатҳи баланд пешниҳод намуданд. بدخشان هر روز زیور شده شور زمین خاصه لب نشنوین شور زمین خاصه لب نشنوین شرک سراب و مداور شده شرک سراب و منور شده مردم شغنان همه مردوکران دلای پیمان تو انجامشان دلای پیمان تو انجامشان پیر و جوان جمله داغوی تو جمله داغوی تو پیرو
جوان جمله داغوی پوکی نور جوان رسای مادر به ما شاسی از ستم و رنج و غم آزادی از ستم و رنج و غم آزادی وطنندن بری پیشوای ما شادی آزادی آبادی شادی آزادی آبادی شادی آزادی آبادی این روز تاریخی است. اگر وحدت نمیشید ما به این روزا نمیرسیدیم و این تنتنه هم نبود. احسان به شما و کل مردم تاجیکستان که این سیاست را دستگیری کردند و در یک جایگاه ما به صلح و امانی رسیدیم. وحدت ملی را پابرجا کردیم. ملت تاجیک را سرجم نمودیم. اکنون وطن خود را آباد کرده ایستادیم، بنیاد کرده ایستادیم، ساخته ایستادیم. این جایی که ما شما قرار داریم، در اینجا با 10 جای کاری برای مردم ناحیه شغنان از محصولات های وطنی خود همین ناحیه کار کرده با هم تامین میکنن، مردم هم صادرات میکنن. این باعث افتخار است. همین خیلی کم آهسته میشود وطن آباد. مرکز ناحیه در شهر خاروق قرار داشت. ما نمیدونستیم که شهر خاروق در کجاست، مرکز ناحیه شغنان در کجاست. امروز حالا که این چیز برای ما شما چه زیبا است. فقط کار کردن مانده کار، خواندن مانده کار است، کسب هنر از خود کردن مانده کار، زندگی رو پیش بریم، وطن ما رو آباد کنیم. مخصوصا نوجوانان و جوانان باز تاکید میکنم که خانه صاحب کسب و هنر شوید. آنچه که ما کردیم برای شما است. آینده تاجیکستان در دست شما بشه. شما باید ادامه دهید، بنیاد کنید، آباد کنید، شایبی کنید. این وطن ما شما، این خانه ما شما. ما وظیفه داریم که هم شایبی کنیم، هم بنیاد کنیم، هم سازیم. نه تنها برای خودمان، برای نسل‌های آینده، برای فرزندان، نوه‌ها، ابی‌ها، یا ملک آباد میراث داریم. آهسته قدم با قدم میشود یک تاجیکستان متمدن آباد پیشرفته. در یگان گوشه کنار مملکت ما کلانسالا مخصوصا بانوا اینقدر ذوق به زندگی، ذوق به صنعت، فرهنگ ندارند چگونه که در ولایت مختار کوهستان بدخشان است. با شما یک جهان تشکر برای پیشوازگیری صمیمیتان، سلامتی، خوشبختی، عمر دراز، هرچی آرزوی امیدی که در همین دل نیتان است خدای تعالی نصیبتان گرداند. سلامت باشید. در ناحیه شغنان با استقبال جشن وحدت ملی و 35مین سالگرد استقلال دولتی کشور تدبیرهای زیادی آبادانی عملی گردیده روند سازندگی‌ها وسعت تازه کسب می‌کند. امروز سیمای ناحیه شغنان با قامت افروختن انشاءات خوش‌طرح و زمانوی کلاً تغییر یافته است. با قدوم فیضبار پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان کارهای آبادانی و سازندگی وسعت بیشتر می‌گیرند.